آجی من هرچی بیشتر سعی کردم شبیه دیگران بشم بیشتر از خودم دور شدم. به عنوان یه پسر باید یاد بگیری که یه شخصیت داشته باشی، یه کاراکتر، یه تم، یه آدمی که برای خودش مستقل از لحاظ فکری، مالی یا هر چیزی که اسمش رو بذاری. اگه قرار باشه امروز با این تیپ بگردی، فردا با اون مد بگردی، امروز این ترند اینو گوش کنم، فردا این کار مد این کار کنم، این حرف مد اینجوری صحبت بکنم، شاید همونطوری بیای بالا. ولی ترند که تموم بشه با کله میخوری زمین. طعم خودتو باید بسازی. میخوام اینو بهت بگم. اگر از چیزی خوشت میاد باید بگی دوستش دارم. اگر از چیزی بدت میاد خیلی راحت بهش میگی نه. تمام. لازم نیست به کسی توضیح بدی یا لازم نیست مثلا کسی رو قانع بکنی که از این خوشت میاد یا خوشت نمیاد. و کلا همین عزت نفستو میسازه. اینایی که دارم بهت میگم رو خب تو کتاب ها نمیتونی پیداش بکنی. اینا زندگی که خودم دارم انجامش میدم باهات به اشتراک میذارم. درگیریایی که خودم دارم باهات به اشتراک میذارم. جنگ هایی که خودم کشیدم و دارم میکشم، ولی دلم نمیخواد تویی که مثل منی و شاید چند سال از من عقب‌تر یا جلوتر باشی، سن و سال اونقدر مهم نیست، تو اونا رو تجربه بکنی. پس اگه حرفی بهت میزنم دلیه. کانالمو داشته باش، کمکت میکنه.